سلام علیکم به همه برادران غریب، مادران، خواهران و همه اون نفرانی که مرا تماشا میکنه. من همه شما را اولین بار به روز سعید جمعه تبریک گفته و شما عمری دراز خانه آباد خواهانم و دعا میکنم من این معیوب که ساخت و سلامت به وطن برگردن، هیچ وقت خواری و زاری نبینه. من اولین بار رحمت کلام میگم به اون نفرانی که ویدیو مرا در سایت های خود میگذارن. ویدیویی که پیشتر بود در مسکو بودم، سایت های خود رو میگذارن. میندار هستم برادران و چندین نفرها در کامنتاری ها نوشتن به من روان کردن که چندین نفرها در کامنتاری ها نوشتن که هوا در حقیقت همون خواهر باشه. ما میخوایم که نواری نوش رو بینیم و باوری کنیم که همین خواهر. بله برادران، من همون دختره که سایت ویدیو مرا در سایت های خود مونده بودن. شبنم سفرعلی، یک خواهرک اینولید. من برادرانی که میتوانند یاردم کردن، نه تنها مهاجران، ای برادران صاحبکاران، ای برادرانی که در داخل دوشنبه به همه آدمای محتاج، معیوب، بیچاره کمک رسانده ایستادم. به آنها هم من مراجعت میکنم که ای برادران صاحبکار، ای برادرانی که خیر میکنین در داخل دوشنبه هستین، ای برای خدا بیاین خانه، بیاین به من کمک رسانین. در خانه ما 4 اینولید هست، یک خودم نیستم، یک خودم باشم هیچ وقت من و پیش هیچ کس هم سرخمی نمیکنم و به هیچ کس هم زارا نمیکنم که مرا یاردم کنه. کدام خواهر مسلمان میخواد که خودش در نوار پرتای زارا و توالا کنه؟ وقتی که برادر من صحت بود، کار میکرد، پدر من کار میکرد، پنسه نبود، من به هیچ کس سرخمی نکرده بودم و هیچ وقت زارا نکرده بودم که به من یاردم کنه. از سببی که برادرم و پدرم که با پنسه برآمدن کار نمیکنن، زندگی مجبور کرده ایستاده که نوار کنم و از شما خواهش کنم که مرا یاردم کنه. من نه تنها به مهاجران مراجعت میکنم، من به همه صاحبکاران، به همه اون نفرانی که خیرخواهن، به اون نفرانی که میتوانن همه خیلی انسانای یاردم کنم، من به آنها مراجعت میکنم. در خانه ما 4 اینولیده، یک خودم بود آسان بود، مادرم، برادرم، یک دادرچم. با بالا این در یک 3 خانگی ما 4 آیلت 5 آیلت زندگی کرده ایستادیم. خیلی زندگی ما مشکله. من وقتی که سالی گذشته به مسکو رفتم، خدا برکت یا برادران غریبه یاردم کرده بودن، رفته بودم. بعد مبلغ که نرسید قرض گرفته بودم برای لیچینی، قرض دارم ولیم. بود بالای این برادری من کسل قم یکم ستپره همه از بینترینه و تیسیز بیمار میشم. پای من شوهر کرده بود، بچهش که بیمار شده آورده در خونه ما گذاشته بود. بعد اینم یک شوهر دیگه هم کرد و هم زنش نخواست که مقصد فرزنددار شود. او که فرزنددار شد، زنش نموند که زندگی کنه و هم آورد در خونه مادر من با 2 فرزند در خونه ما زندگی کرده ایستادن. مقصد موسیقی خانگه ده برادرم با زن و فرزندش، پدر و مادرم و خودم خیلی قیم در برادرم. اما صاحب کارایی که در نوارو میبینیم یاردم کرده ایستادیم و همین خیلی بیچارگان یک بار از احوال منم خبر گیرین. اصلا یک برادری عزیزم که حاجی شرف میگوین در نوارو دیده ایستادم و دیگر آدم ها خواهش میکنم یک بار از در خانه ما هم دوره، یک بار از احوال خانه ما هم خبر گیره. من مجبور شدم به شما مراجعت کنم. ای وقتی که من ای مسکو آمدم تبابت نگرفتم، خیلی حالم بد است، رهگردی هم خیلی خیل شده ایستاده است، نمیدونم چیکار کنم. زندگی همون رو با پول پنس همون میبره. مقصد پول پنس همون رو خورد و خوراک کنم یا کلیچینی کنم، من نمیدونم که قرصیم، نمیدونم برادران چیکار کنم. چندین نفر رو خواهش کردم که یک نوار کن، هیچ کس باور نمیکنم. با همین خاطر نباور کنم که من همون خواهرم مال با رهگردی هم رو نشون میدم. به خدا قسم خیلی قیندن، خیلی در این خونه که باز عذاب کشیده ایستادم، تبابت چند نگرفتم، عذاب کشیده ایستادم، پاهم دیگه رهگشتن نمیتونم.
از با کنخجک رفته ایستاده. نمیتونم که و مثل شمایان هم خراس روم بچه گسم کم هم میرم که روی پاهم در میکنه دیگر نمیتونم. منم مقصد دختر هستم، منم عرضی حوض دارم، چیکار کنم؟ خداوند برادری من رو بیمار نمیکرد، من هیچ وقتش مراجعت نمیکردم. برای خدا برادران صاحبکار، برادران خیرخواه، یک بار از احوال ما خبر گیرید، یک بار از احوال خانواده ما خبر گیرید. من رحمت کلام میگم با برادران غریبی که سال گذشته من با مسکو رفته بودم برای لیچینی خواهر موزیک نشه و گفته آمدن خانواده ما رو کمی بود ریمون کردن، مقصد خورد و خوراکی ما رو تامین کرده بودن. رحمت به آنها میگم بسیار آدم ها میبیان میگن خانه و در ای رو بخوره و در ما از حسابی برادران غریب شدگی های. نه حسابی خود ما همین پلی کیوه خودم رو لچین میکنم، یکی برادرم لچین میکنم، یکی درچم یا مادرم. ما خیلی که شرایطی نداریم لیوای کنیم ریما کنیم، این همه کارای برادران غریب هست. اگر آنها نمی بودن شاید من اینقدر اهل سالیم نمیشدم، اینقدر سوز نمیشدم. رحمت کلام با اون بلاگرانی که ویدیوی من رو در کانال خود در هر چیزای خود میمانند و برادران خیرخواه و دیدگی یاردم کردن که من کم ترک خودم رو برقرار کردم. من 10 سال بود که با جگه خواب بودم، بعد همین نوار کرده بودم یک بار و همین نواری من برادرای غریب دیدم یاردم کردن و زنده من چگسایی که در پیش ببینم به همین کم راه میگردم. حال باز به شما راهگردی رو نشون میتیم که من چگونه راه میگردم. از همه صاحب کاران، از همه برادران غریب خواهش میکنم که برادرای غریب صاحب کارانی که با همه خیر کرده سوده، با همه بیچارگان، با همه خونه و درد داده سوده یاردم میکنن. از شما خواهش میکنم که مامانم کمی هم باشد، خواهش میکنم کمکم رسونن. این حال پاچه من رو بزن که من بچی حالا خیلی با من خینده و همه رو برشتگی یاره میشوم. خدا بگم هیچ کس رو با مسکینا نکنه. خداوند یار مددگار شما باشه. خداوند هیچ وقت درد و غم و درد را بینه. خداوند یار مددگارتون باشد. بس با من رو گرده به شما نشون میدیم. خیر خداوند همتون نگهدار شود. سلام علیکم برادران عزیز و خواهران اسلامی. من همین چیزی که شما میبینین این همین جای خوابی من هسته برادران. حاضر شما در نشون میتونم که من چه خیلی میخزم چی کار میکنم، همش شما در از من خوب نشون میتونم برادران اهل اسلام. ببینید انشالله شاهد میشیم، بعد ای با ما صحبت دوام میتونیم.
برادران عزیز، این شما مثلا ببینید که من در خانه‌مون چه خیلی میگردم و چگونه هستم. انشالله که مثلا باز بعد همین نوار باز من با شما صحبت میکنم. انشالله من واقعیت رو باز به شما میگویم. در پناه الله باشین. الله نگهبانتون. این چیز برادر واقعیت داره. الله نگهبان همه شما باشه برادران عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، خواهران، اخوان عزیز، برادرانی که از وطن دور هستین، سلام خود را می‌رسانم. برادران عزیز، من یک خواهرک 24 ساله از شهر دوشنبه. من میخوام که کمی هم باشه از درد خودم چه زندگی میکنم و چی کار میکنم کمی هم باشه به شما رسانم. کمک خودتان رسانه نمیتونه در رقم دعاگو باشه. برادران عزیز، من میخوام که به من کمک خودتان رسانه. منم به مثل خواهران شما، به مثل اپای شما من راه گردم. برادران، من یک خواهرکی معیوب هستم. میتونه کمک خودتان رسانه. نمیتونه در رقم دعاگو باشه. در یک خانه من معیوب نیستم. مادرم است، دادرچم است. با بالای این برادرم کسل قند وزنی شدم. برادران، این مراجعتی من به اون خاطر است که باید من به شهر مسکو روم. نمیتوانم، مبلغ کافی ندارم. برادران عزیز، من 24 ساعت در جاگاه خواب هستم. بیرون نمیبرم. با شما خوب هستین که شما با بیرون نبرین و پیش دوستانتون برین، اما من نه. من از شما خواهش میکنم کمک خودتان رو به من رسانید. اگر توانید به من یک دختر خوب پیدا نمایید که مرا ریچینی کنم و مثل شما رفت گردم. برادران عزیز، این چیز حقیقت داره. برادران، کدام خواهر میخواه که خودشو در اینترنت پهن کند، کمک طلب کند؟ هیچ کس نمیخواد، اما من مجبورم. دیگر شرایط ندارم، نمیتوانم. گفتم که در خونه مسیطه این ولی دست با سیطه بوده. با بالا این برادرم کسلی قرار شد 4 تا شده. هم برادری که زندگی مو نمیبردن والله هم کسلی قرار شدن در خونه خواب هستن. از همه وزبی نمیتوانن. ما هم یک پدری ما کار میکنه که با همین 700 سامان یا که 600 سامان چی میشود در این قائله کلان در یک خانه 3-4 اینوالید است. برادران عزیز، برادران، اگر قدامی که میتونید کمک رسونه نمیتوانید در رقم دعا کنید. من رقم های خودم رو میمونم و رقم کارتم رو میمونم. میتونید تلفن کنید از من پرسان شوید که اومده از اول من بینید. برادران عزیز، من نمیخوام که مثلا من میخوام به مثل شمایان رنگردم پیش دوستانم روم، پیش دیگر رفیقام روم، اما نمیتوانم. برادر جانم، ما 3 آیته بودیم، باز بالای ما 4 تا شده. اپم رو به شوهر داده، زندگی خوب داشت. از وقتی که به کسلی بیماری فلج گرفتار شد، یعنی که از رهگذر مانده، او رو خوش منش شوهرش آورده در خانه ما گذاشتن. تو 10 سال میشود. گفتن کسری خواهرت گذاشتن. اگر این ریچنی که ما در این میکنه میتونه من یک
زن دیگر گیرم. افسوس که وای هم اومده در خانه ما زندگی میکنه. برای ما در یک سه خوشگل زندگی میکنیم. برادرم با برادر خوردم با زنش با 2 فرزندش، برادر کلانی هم با 3 فرزندش، مادرم پدرم و اپام و خودم. برادرم زندگی ما خیلی مشکل است. مامان کمک خودتون رسانه اگر میتونه آیده همین کسلی من که من آلی در ویدیو میمونم آیده همین کسلی من میتونه نگاه دختری خوب بیاورد که من رفته با مسکو تبابت کدام باید کمیم باشه با 20 شما را گردم برادر جدا با من زنهای برادرم کمک برسنم. زن برادرم کمک برسنم. من خودم نمیتونم آزی بنام کم بچه دست رحم کردم. اتو 9 سال بود ای رهگردی موندگی بودم. مادرم هم کسلی دل دارد 3 مرتبه میکروی فرزندگیش همه زندگی من کمیم باشه. پدرم میبرم. خودتون میدونه که من در بانسه چی خیلی من هر ماه با 2 درچم با پسری اپام در طرف وحدت خواب هستم. میدونی شما بیمور خونه چی خیلی هسته، بیمور چی خیلی هسته. برادران نمیزید التماس به من کمک رسانید. نمیتونید درم خوب دعا کنید. خواهش میکنم گپای قبیه نزنید. اگر کدامی که میتونه در کمک رسانه در کارتای من در رقمای من زنگ زنم. تو چند قایی که زورتون میرسه 10 روبله 100 روبله 50 روبله تو چند قایی که میتوانید. این مجبوری نیست. اگر نمیتونید در حقم دعا باشید ما خیلی خوشحال هستیم. از همه دعا خوب است. کدامی که نمیتونه کمک کرده میتوانید مرامت کمک خودتون رسونید که من با مثل شما با مثل خواهران شما برادران راه گردم. من نمیخوام که در اینترنت خودم پخش کنم. نمیخوام که بگم مجبور شدم کدام خواهر مسلمان میخواهی کنم. در پناه الله باشید. الله نگهبان باشه. ما همه وقت دعاگوی شما هم دعاگوی ما باشید. میتونید کمک خودتون رسونید. خداوند نگهبان شما باشه. موجی و پاوی و موجی من یک پسرکی ولی میباشم سیم با من کمک شما لازم است. من میخواهم با جوهایم با پسران دیگر با دیگر کسان بازی کرده دوداری کرده گردم. با من کمک شما لازم است. خیلی کمک شما لازم است. این من با من آیدی دختری من یا بیده آیدی کسلی من یا بیده این رو باورم که من این ولی میبوشم. برادران عزیز
من میخوام آخر ویدیو ما با مینتداری به برادران اهل اسلام و غریبان رسانم. برادران عزیز، من پیشتر کمک رسانده بودین، پیشتر ویدیو ما در کمک رسانده بودین. تشکر زیاد میکنم، تشکر زیاد میگویم از بلاگران تاجیک خودمان که از من نامه های آنها را میگیرم. اکای سیاوش، فانت خیریوی، از استودیو سیما که ما و شما همگی میشناسیم میدونیم، از آنها، از خرید فروش خانه ها اکای نازمی، از آنها مینتدار هستم که به من کمک خودشان رساندن، مقصد ویدیوی مرا در کانالشان پخش کردن. و برادران عزیز، من باز از شما یک خواهش دیگر دارم که همین ویدیوی مرا بگیرین در کانالاتان پخش کنین تا دیگران ببینند و من کمک خودشون رسانن. چی من خواهش میکنم همین ویدیوی مرا پرتن التماس میکنم. من همچون یک خواهری مسلمان شما برادران عزیز، این کارتی که از من شما در نشان میتیم، همین کارت در دستی خودم است. من خودم که کارت نداشتم، به نام اپم شدگم این کارت در میتونین سهم خودتون گذارین. چند قیک میتونین، 100 روبله، 1000 روبله، چند قیک میتونین. این مجبوری نیست برادرها، اینه با از پیش خود ببینه. میتونین به همین سهم خودتون رسانین. نمیتونین در حقم دعاگو باشین، ما همیشه در حق شما دعاگویم و دعا رو فراموش نکنین. کدام که سهم خودش گذراندنه مرحمت گذرانه، نمیتونین در حقم دعاگو باشین. در آخر در پناه الله باشین، الله نگهبان شما. و من چندین نوارم دا گفتم که به نزد یک خواهرک مهربان میریم که با کمک ما و شما نیاز دارد. و این روز خداوند مهربان روزی شد من به خانه همون خواهرک رفتم. خیلی به من قیندم بود، لیکن تاکسی گرفتم رفتم و خواستم وعده خود را وفا کنم. حالا نوار گرفته گیم، نوار رو میگذارم، با خودتون تماشا میکنین و با خبر میشوین. و یک چیز دیگر رو گفتنیم برادرها، این خواهرک ما یک بیماری دارد که بیماریش مادرزاد است، باید این جراحی کند. یعنی که چگونه جراحی که این از همون مادرزادی مقصد بیرون رفته نمیتوانسته است، یعنی که بیرون و درون رفته نمیتوانه. چقدر که ما بیرون و درون میرویم برای درون خود را خالی کردن، اون نمیتوانسته، محکم بوده. یک بار جراحی کردین، مبلغ پیدا کرده، یک بار جراحی کردین و خیلی خوب، روزی کمتر خوبتر شده است و میگویند که با او شیلنگ گذاشتند و خیلی مشکل است. باید دکتر یک بار دیگر خواهش کردین که باید رو زودتر یک جراحی دیگر کنیم. اگر جراحی نکنیم سلامتیش رو از دست میدید. اکنون خودتون فهمید که این چگونه بیماری است، من به زبان آورده نمیتونم. همه قدر میگویم که این خواهره که مهربانی ما از مادرزادی با بیرون درون رفته نمیتونسته، یعنی که حجت خانه کرده نمیتونسته. با جراحی خیلی جراحی که کردن خیلی خوب شده، باید باز یک بار دیگر جراحی کنن. با شیلنگ گذاشتن، چی گناهی گذاشتن نمیدونم، باز دیاگنوزش صورت گرفتگی هم میگذارم. اگر کسانی که خونده توانند خودشون میفهمند، من از گفته پدر و مادر او همین قدر میدونم. و از آن صاحبکارانی که در دوشنبه هستن، نه تنها غریبو، فقط ما نوار میکنیم غریبو کمک کنید و دلم هم به هم غریبو هم میسوزد. خیلی قیند است در این سردی، در این زمستانی که این امسال چقدر سرد آمده است. و من از این صاحبکاران، از این آدمایی که در همین داخل دوشنبه هستن، صاحبکار هستن و میبینیم چندین نفران را کمک رسانده ایستادن و خواهش میکنیم که همین نوارای ما رو پهن کنین تا صاحبکارا، تا اون نفرانی که خیر کردن میتونن، نمیدونن خیر خود رو در کجا صرف کنن، میخوام که در همین خیلی انسان ها خیر خود رو گذارن. و این آیلایی که به من مراجعت کرده بودن، این خواهره که ما رو یک بار دیگه اپراتسیا کنن و
سلامتی او رو برقرار کنند و از شما خواهش میکنم صاحبکاران و آدمانی که خیر کرده میتونه از شما احترامانه خواهش میکنیم که یاردم خود رو رسونید، به طرف نباشید. من هم یک معیوب هستم لیکن دلم میسوزد. هستن صاحبکاران زیاد هستن در داخل دوشنبه، از دوشنبه بیرون هستن، فقط ما مراجعت میکنیم غریبا دلمون به غریبا میسوزد. التجا میکنیم ای برادرانی که میتوانید، برادرانی که در داخل دوشنبه هستند از دوشنبه بیرون هستین، خواهش میکنیم کمک خود رو رسونید. اگر یگون خطایی کرده باشم، یگون سخن خطایی گفته باشم، از شما معذرت میخواهم. و امروز نواری که در خانه اون خواهر گرفتیم کمترک صحبت ما خوب نامد، به همین خاطر علمه خواهش کردن که خودتان نوار کرده گوید که دختر ما همین گونه بیماری دارد. سلام و درود با اون نفرانی که صدای ما رو میشنوند. با شما باز آسیا بانو، همون خواهرک معیوبی که همه شما ما رو میشناسید. با درخواست یک خواهرک معیوب درمندمون، معذرت میخوام، درمندمون و با درخواست پدر مادر آنها ما امروز در قشلاق اندیگان هستیم، طرف وحدت میگویند. در همین جا ما خنوکی را خنوکی نگفتیم و سردی را سرد نگفتیم، چه خیلی که وعده دادیم انشاءالله که دیرم بود به وعده خود وفا کردیم. خیر خودتون حال ما رو میدونید. امروز با من اومدن مشکل است. امروز با یک تاکسی زکس کردم و خواهش همین خواهرک و خواهش همین مادر و پدر همین خواهرک رو اجرا کردیم و من میخوام حوزه از این مادر همین خواهرک پرسان شوم که ایو را چی مجبور کرد که به ما مراجعت کردن و از ما خواهش کردن که در همین سردی در همین وی به نزدشون بیایم. باز پرسان میشیم بعدن از خواهرک مهربان همون پرسان میشیم که چی مجبور کرد که او با ما تماس گرفت و از ما خواهشی آمدن علاجش باشد به ما کمک میکرده که ما برده او رو یک بار دیگه مراجعه میکردیم به سبب که اون دختر از زن است در آینده معیوب نشود. خب بهترین انشالله که من باوری دارم که برادران غریب مهربان هستن، به همین خیل انسان ها مراجعت کردند و بسیار همین خیل نوارهایی که من گذاشتم همین خیل خواهرک های همین خیل مادرها را کمک رساندن و از برادران غریب کسانی که میتوانند به همین خواهرک عزیزمون مقصد یاردم خود را رسانید تا که گفتی همین مادر که این هم زن است، این هم ارزو هوس داره، پگه شوهر میکند، نمیخواد که در نزد شوهر خود در نزد خوشتامن خود و دیگر گپ شنو شد. راستی گپ گم خیلی شرایطشون قین بوده است. باز در نوار من اشاره میتونم خیلی شرایط قین خیلی چه گم نمیتوانند که مقصد طبابت خود را به همین خواهد طبابت کنن به مبلغی که نداشتن که طبابت کنن. در حقیقت شرایطشون قین بوده. شما باید چی گفتنی هستین بازپا جان؟ اگر کمک میکردن ما از برای خدا از اونها میندور میشدیم و معالجه این دخترک رو دوام میدادیم. یکی به سبب که مبلغ میشد صحت میافتن با از خدای تعالی با آنها برای کار و رزق روزیشون رو و هیچگاه این خیل درد فرزند که ما دارم به فرزندان ها نشون ندید خداوند. این همین خواهرک عزیزی که درمند است در نزد ما نشستن و چه خیلی که ما از ما خواهش کردم به نزدشان آمدیم، خنوکی نگفته و دیگر چی نگفته و از این خواهرک پرسان میشم که چی بیماری دارم و از ما چی خواهش میکنند. خواهر جان مطرامه گفتی و چی خواهش داری تو ای برادران غریب؟ ما از مادر تو پرسان شدیم و فهمیدیم که تو چی بیماری داشتی. نه کاغذکایی که در نزد من هستن این کاغذکا همش نوشتند با انشالله که در نوار خوب نوار گرفته صورت گرفته به شمایان میگذارم و میخواهم که باز از زبان همین خواهرک عزیزمان پرسان شوم. خواهر جان میگفتی؟ نامی من شاروپова بیبی گل هستم. سال تولدم 2008 می باشم. من معیوب هستم و از برادران غریبمون خواهش دارم که به من کمی هم شده کمک رسونند تا که تو جراحی دویمت رو دوام دهم. دوام دی تبابت کنید تا که شرایط نداره. همین خیلی ها از گفته پدر و مادرت من فهمیدم که همین خیلی است، درسته؟ بله. اترا مجبور شدی که با ما مراجعت کنی که تا
تا اینکه تو طبابت کنی سلامتی خود رو برقرار کنی. درسته؟ بله. همین به سخنهایی که مادر و پدرت به من گفتن به نوار، همین سخنها درست است؟ بله. بله. تو در دلت چی آرزو داری و چی آینده چی شدنی هستی؟ من در آینده میخواهم که معلمه شوم. معلمه شوی، بهترین آرزوها بوده. و ما در آخر برای برادران غریب چی تمنیات داری، چی گفتنیات داری؟ من از برادران غریب خواهش دارم که به من کمی هوشتر کمک رسونند تا که جراحی دویمم را دوام دهم. سلامتی خود رو برقرار کنم. بله. ما تمنا میکنیم که خواهرک عزیز مهربانی ما به آرزوی خود رسند، به نیتهای خود رسند و من باوری دارم برادران غریب مهربان هستند که ما را دستگیری میکنند، همین خیل انسان ها را دستگیری میکنند تا که همین خیل انسان ها سلامتی خود را برقرار کنند و هیچ وقت درد و غم را نبینند. اگر کسانی که نمیتوانید، باز میگم برادران جان، در حق ما بر خواهرانتون، در حق همین خیل درمندها یک دعای خیر کنین. دعا بهترین چیز را سبز میکند. خداوند شما را در راه دور نگهبان باشد، در کارهایتان برار باشد. مادر جان عزیز، شما یک دعا میکردین در حق همین برادران غریب، در حق مهاجران که صف همین برادران خیرخواه و مهربان زیاد شود. همین خواهرک مهربانی ما را شفای کامل عاجل نصیب گردانند، تا یاردم کنند که خداوند مهربان با کمک همین برادران غریب و ما سبب شویم ما همین خواهرک ما شفای یابد و یک دعای خیر برای همین برادران غریب میکردیم. خداوند شما رو در پناه خود نگهبان باشد، در کارهایتان برار دهد و چی رزق روزی که دست میارید خدا جان فقط در توی تماشای فرزنداتون بینید و با این خیلی معیب‌ها یاردم خود رو دریغ نمیدارید و همیشه خوشبختی و کامیابی ها در براتون باشد. همیشه خداوند کریم خوشتیلای خوشبخت باشید و هیچ وقت درد فرزند گریه مادرانتون رو نبینید. همیشه ساق سلامت باشید و در راه دور خداوند همه وقت شما رو نگهبان باشد. دوستان عزیز، این بود نوار امروزه ما از قشلاق اندیگان از راه دور برای خواهرک عزیزمون به نزدش آمدیم، به وعده خود وفا کردیم و چندین نفر به ما مراجعت کردن که چرا تو به نزد خواهرک عزیزمون نرفتی. در نوارات گفتی که به نزد یک خواهرک میروم و تو نرفتی. باور کنین خیلی خنوکی است، به من خیلی مشکل است. خواهش ما سلامتی ما رو میدونین. به همین خاطر امروز خداوند مهربان روزی شد و ما با یک تاکسی به نزد همین خواهرک عزیز آمدیم. این برادران عزیز، ما از خانه برادر برو آمدیم سفر با و شهر میکنیم. انشاءالله که نوار آینده را انتظار باشین. خداوند یار مددگار تو.